امروز هر کی ما و شما خوب با خبر هستیم که در شبکه‌های اینترنتی چگونه سر و صداها پهن شده ایستاده است. از جانب همسایه کشور با نام مولوی ها، از آن جمله 2 نفر مولوی هاشان احمد فیروز و عبدالقادر حامی، اینقدر در بین مردم افغانستان با ندای بلند فریاد کرده ایستادند که گویا که در تاجیکستان حجاب را منع کرده باشند و آنها دلسوزانه و دفاع از حجاب اسلامی کرده باشند، سر و صدا بلند کرده ایستادند. محترم جماعت، پدران، برادران بین حضرت گرامی قدر، من پیش از به این 2 مولوی ندا کردن، خطاب کردن و مراجعت کردن برای شمایان عزیز یک چیز را گفتنی هستم. الحمدلله تاجیکستان ما درهای مسجد گشاده، اینقدر مدرسه هست، دانشکده اسلامی هست، اینقدر راهبر دولت، ببینید حالی بعضی از نفرهای شما راهبر دولت ما را تنقید کرده ایستادید. الحمدلله راهبر دولت ما آن کارهایی کرده ایستادند که این راهبران شما نکرده ایستاده است. از آن جمله کتاب قرآن مقدس برای تاجیکان ما و مردم کشور با زبان تاجیکی خودمان حتی چاپ کردند که ای مردم از داخل قرآن با خبر شوید، حرام و حلال فرق کنید، بدعت از خرافات فرق کنید، سیاه از سفید فرق کنید، حق از باطل فرق کنید. این نیت راهبر دولت بود. پس آیا اگر شما میگید که راهبر دولت تاجیکستان محترم پیشوای ملت ما و مردم دلشان نمیسوزد، آیا شخصی که دلش نسوزد همین کار میکند؟ شخصی که دلش نسوزد امروز اجازت میدهد که 6000 7000 نفر با سفر حج رفته ایستادند، درهای مسجد گشاده است. در مسئله سطر گپ زدید. برای شما یک چیز را انیق نکرده، اول معین نکرده، از پیش خود فتوا میبرید، فتنه را میخیزانید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الفتنه النائمه لعن الله من ایقظها. فتنه چیز خواب است، لعنت خدا برای آن نفری که این فتنه را میخیزاند. امروز لعنت خدا برای آن نفرانی که یک چیز را انیق نکردند، علل خصوص آن نفرانی که دقیق نکردند امروز فتوا داده ایستادند. این حدیث پیغمبر برای شما تعلق دارد. لعنت خدا برای آن نفرانی که امروز در یک جای فتنه را میخیزانند و مردم را میشورانند و میخیزانند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یبصر احدکم القذى فی عین اخیه و ینسی جزع فی عینه. یکی از شما گفتند یک پاره خس را که در چشمان برادرش هست میبیند، اما یک شاخه درختی که در چشمان خودش هست نمیبیند. این چی معنی دارد؟ بعضی از نفری شما گفتند پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کمبودی ناچیز را دیده دیگران را اینقدر واهمه میکند، اما کمبودی عیبهای خودش که اینقدر کوه بارین شده است به نظرش نمینماد. امروز شما هستند، دولت خودتان به کدام احوال است، شرایط زندگی مردم به کدام احوال است، اینقدر گناه و حرامکاری و فسادکاری در افغانستان اوج گرفته است، این نمیبینید. اما آن چیزی که در تاجیکستان حقیقت ندارد، اساس ندارد، کمتر اشتباهات شده است، آن را اینقدر واهمه کرده پهن میکنید. الحمدلله من با کل مسئولیتم گفته میتونم که در تاجیکستان زن و دختران و مادران ما میتوانند که سطر خودشان را رعایت کنند، چون که مذهب امام اعظم تاجیکستان عزیز ما پیروی مذهب امام اعظم است. طبق نشانداد مذهب امام اعظم باید که دستهای زن گشاده باشد اجازت، رویش گشاده باشد اجازت، پای گشاده باشد اجازت، اما باید که زن دیگر سطر کند. اینا هیچ کس من نکرده است. راهبر دولت ما مسلمان و مسلمان زاده هستند و همیشه بودند و جانبدار آن هستند که زن و مادران ما همیشه با یک لباس زیبای ملی خودشان سطر کنند، پنهان کنند. اسلام لباس تعیین نکرده است. اسلام لباس ندارد. اسلام فقط سطر کردن بدن را امر کرده است و فرض کرده است، اما لباس پوشیدنش به خود هر یک عرف و عادت ملت ها وابسته است که امروز الحمدلله مادران و کلانسالای ما همان لباس ملی خودشان را پوشیده آمدند و انشاءالله تا به آخر مادران خواهران ما این لباس را ادامه میدهند. پس من از شمایان عزیز، مردم کشور، شهروندان عزیز خواهشی آن دارم که به این فتوا، به این سر و صداهای آن مولوی ها فریفته نشوید. شکرانه امروزه نعمت پروردگار کنید تا میتوانید حرکت کنید که یک سهم ارزنده خودتان را در راه خدا و در راه آبادانی کشور سهم گذاری کنید. باقی خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.